اولین و آخرینم، رفتنت یادم، لحظه شکستن بغض و به خاطر ندارم. نمیتونم توی این ناباوری لحظه های رفتن تو رو به خاطر بیارم. همه ثانیه های شامرانه یادمه، حرفامون حال و هوای غزل و ترانه داشت، ساعت از لالایی قلبای ما آبش بود، شب برای موندنش یه مصنبی بهانه داشت. یادمه اومدنه رسیدنه وسوسه بود، تو بلا تکلیفیه بیرمق دستای من. یادمه رسیدنه اومدنه زمزمه بود، تو سکوت سنگی و منتگه بی صدای من. از دیگه پایم گرمیت میکنم. مثل که میخوای بری. آره با دیر وقته، داره خوابم میگیره. خب ته بشه، میتونی همینجا بخوابی. نه جونی، اینجا خوابم نمیبره. من عادت کردم شبا پیش ننم بخوابم. آخه اون واسم لالایی میگه. این که چیزی نیست، منم میگم. فکر نکنم بتونی. ملاحتی که تو صدای ننمه تو صدای هیچ الهه‌ای ندیدم. خیلی امتحان کردم تو حالا نشده جای خوابم ببره. شنیده بودم خیلی زبلی، اما نه اینقدر. کار تموم شده، لالایی رو بهانه کردی. اشتباه میکنی جون مادره. حقیقت استاد گاستانداخ من. میگم شمایل این عمله دکوراسیون اتاق به هم میریزه. دفعه دیگه تابلو سگ گروه وسط میارم بذار جای اینو بنداز دور. با این حساب باید خیلی دوستم داشته باشی، چون داره حسودیت میشه. چه کنیم دیگه خاطر خواهیم. از برنامه امشب خیلی ممنون جیانی بله. ما رفتیم. واکن درو واکن. صدای احمده. به خدا که بفهمه تو اینجایی پدر همو در میاره. زود باش برو، حتما دوست تام هم باشن. برو خودتو قایم کن. این حساب لشکر کسی کرده. زود باش، حالا وقت این حرفا. واکن پدر نشکستم. میگی کاپشنو چه کار میخوای بکنی؟ بالاخره چی؟ این که نمیشه تو هی کار کنی یا بدی این احمد لانتوری بخوره. امشب باید قضیه های یستره کردی. اری نکن باز نفسه کاسب شیم با نمیکنه بشکنش باشه. کاری داشتی با ما؟ اینجا تو ببینه ها؟ آشتی بینه از امروز دیگه با من طرفیم.
خوشه که سلام کردیم. ماشاءالله اون نزاکت. حتما این دفعه هم سر زنه. آره چه کنیم دیگه داشت پیش میاد. من که دیگه دارم از دست تو یکی دق مرگ میشه. نه کسا 4-5 نفر بودن. فکر خودت که نیستی سرتو بخوری. اقلا فکر اون مادر بیچارت باش. میتونستم حسابشونه برسم ولی فکر پدر مادرشونه کردم. یه شب از بیمارستان زنگ میزنن، یه شب از کلانتری، یه پام تو درمونگاز، یه پام تو دادگستری. آخرش هم میترسم خبرتو از سرطانه واسم بیاد. یعنی تقصیر خودشون هم نیست. دوره نامردیه داشت. الله اکبر. آخه پسر تو کی میخوای سر برا بشی؟ ولکنشون نیستم داشت. میدونم کی تیرشون کرده. گوش کن ببین چی میگم. آخه اگه جوونیه که منم داشتم، اگه زندگیه که منم کردم، اون وقتی که من شهر بودم تو آب نبات چوبی دستت بود. یه روز نمیشد دعوا نکنم، یه شب نمیشد سالم برم خونه. اگه تو میرقصی من میرقصوندم، اگه تو افسار میکشی من جفتک مینداختم. اما آخرش چی؟ حالا که دور و برمو نگاه میکنم جز این کارخونه‌ای که ارث بابای خدا بیامرزونه دیگه چی دارم؟ هر کره خر دیگه هم جای من بود میشد صاحبش. اما خودم چی؟ نه زنی، نه زندگی. دلم خوشه که بهم میگن کریم آقا. کریم آقا. با همه بروبیام به همون خدا تو یکی موندم. حالا مثلا که چی؟ آخه با چه زبون و لهجه‌ای باز با تو صحبت کرد؟ چرا دست از الواتیت ور نمیداری؟ چرا نمیای مثل خود من بچسبی به کار کاسبی؟ ناسلامتی نصف اون کارخونه مال خودته. چرا فکر آیندت نیستی؟ چرا متصل اون مادر طفل معصومو میچسونی؟ آخه چرا آدم نمیشی؟ اولا سرم داد نکش، اینجا بیمارستانه. از خانوم یاد بگیر. دوما من آقا بله سر نمیخوام. هر کاریم عشقم باشه میکنم. سوما موتور سوار میشم، عرق میخورم، الواتی میرم، قمار میکنم، هیچکی هم نمیتونه جلودارم باشه. چهارم اگه یه دفعه دیگه به پر و پای من بپیچی در اون کارخونه رو میبندم. میدونی که میتونم. هم مرتکب عملی نشد که اون رو سگم بالا بیاد. یا اونم دیگه شفاف شدی. آره اما باید ختم کلامو واسط بگم. تو این 1-2 روزه که اینجایی خوب فکراتو بکن. اگه بیای بیرون و وضعت مثل سابق باشه وضع من دیگه عوض میشه. پس تا وضعتو نریختم به هم وضع خودتو شفاف کن. چقدر وضع میکنی؟ داش فردا صبح اول وقت سهمیه این ماه کارخونه رو بده واسم بیارم. به حق که خیلی پر روی. هرچی باشه داشتی کریم آقا. سلام. سلام آقا ماشاءالله. تو اینجا چیکار میکنی؟ والا بنده از کارخانه آمدم عقبتم شنیدم رفتین بیمارستان. خانم جان میخواست بیاد اونجا. من مجبور شدم بمانم پیشگی میاد. خوب کاری کردی نیوردی. بگو ببینم چی شد نور؟ کریم جون تویی؟ دست در نکن. چی شد ننه؟ بچم چش بود؟ بچمو چی کارش کردم؟ بچم نره، بچم نیفته، بچم نمیره. همش تقصیر توه نره. از بس روس بارش آوردی عین سگ هرزه مرض شده. هر دفعه اومدم یه چیزی بهش بگم زدی تو ذوقم. بچه هست ولش کن، بابا نداره ولش کن، آبچی نداره ولش کن. یه ولش کردم که اینجوری وحشی و پررودار اومده. وحشی کدومه ننه؟ بچم به اون خوبی مگه چی کار میکنه؟ همه چی رو ریخته به هم. این از خونه، اون از کارخونه. نه کارم دستمه، نه بارم دوشمه. یه پام کارخونه است، یه پام کلانتری، یه پام بیمارستان. ببینم کریم آقا تو مگه 3 تا پا داری قربان؟ تو دیگه خفه شو، خفه! شوش باید یه فکری بکنیم ننه. اینطوری نمیشه. میگی چی کار کنم؟ جوونه جاهله. اگه نمیره دنبال کار مال اینه که دستنگ نیست، لنگ پول نیست. بعده که به کوری چشم حسودا سفرمون پر و احتیاج به نون در داریم. آره خیلی بده ننه، خیلی بده. این دفعه دیگه میدونم باهاش چی کار کنم. اگه برا نیاد میزنم. چی گفتی؟ قربان دهن جان ماشالله راست میگی. آره میزنمش، بدجوری هم میزنمش. قربان دهنت بزنم چی که خونده وقت باشه. میخوای آخر عمری دق مرگم کنی؟ پروای خاک آقام اگه بخوای ننه من غریبم دراری و خودتو بدزی وسط واسه همیشه از اینجا میرم. منم میرم. آخه مادر جون اون یه بچه هست. حالی که گفتم برو شامو ورده بیار. برو یه چیزی بیار کوف کنی. خدایا خودت خیر. حالا تو برو شام بیار خیر شرش گردن من خودم میزنمش.
میگفتن سه‌شنبه مرخصش میکنم. صبح اول وقت میری بیمارستان. برم بزنمش. نه گوش کن، ماشینشو واسش میبری که بفهمه کلکی تو کار نیست. من تو کارخونه منتظرتونم. اگه اومد که دستخوش داری، اگه نیومد بزنمش دیم. یه دقیقه ساکت شو، گوش کن ببین چی میگم. اگه نیومد دنبالش میری، 6 دنگ حواست جفت جور میکنی، ببینی کجا میره، با کی دم خوره، چی کار میکنه. اگه گمش کنی پوست از کلت میکنم. آخه من که پلیس نیستم، درست آخه به من میگه کلمبو، ولی من پلیس نیستم. همین که گفتم قبل از ما چطوری آقا کلمبو؟ بانه تو ببینم تو چند تا تلفن شهرستانم داشت دیگه بسر ها؟ آره 5-6 ساعتی با یه آبادانی گپ میزدم. آخه شب خوابم نمیبرد. نفهمیدم تو شب خوابت نمیبره، باید با آبادان صحبت کنی. پس آمدی هتل دی نه بیمارستان. خجالت زده ایم آقا. نه قربان نراحت نباش، پول خودیته. سهمیه این ماه کارخانه‌اش تصدق تو برم. پس بله باقیش رد کن بیاد نگرانم. کریم آقا توی کارخانه منتظرته. از این روز دیگه باید بریم سر کار، مو هم لادرزش نمیره. ماشینم حاضر و آماده، تر تمیز واکسده دم داره. روی و بریم ولی لطف کردی آقا کلمبو. با بیستیم بهش خبر بده که داریم میاد. چش مخلصتم. همین اجازه سی تلفن بزنم خانم جان. قربان تو برم من. خب یک و دو و سه و اینم 4 تا و اینم 5. الو کریم آقا جان سلام. بله آقا ماشاءالله هستم. بله پولی بیمارستان دادم. از من تو سر حال داره بو خدا. بله قربان تو برم الهی تصدقت. شما قربان کاری ندارید؟ ما تم دیگه نیم ساعت دیگه میایم اونجا تصدقت برم. چه دروغی دارم بگویم قربان تو برم الهی. جناب علی فرمایشی نداری؟ قربان تو هم من برم تصدقت. ای رفت. حالا من جوابم مرد کنه چی بده؟ ماشین را بره دور اربایی پدر مادر را برونه. ماشین درست نمیکنن، گاز میتاته را بره. آگهی کن از پرچم نصری برمه میذاره. بالاخره راضی شد؟ آره راضیش کردم. یه چیزی میخوام بگم عباس آقا. بگو. نمیخوام آذر تنها باشه. اگه اجازه بدین میفرستمش خونه نسرین. مگه اتفاقی افتاده؟ اتفاق که نه، اما این یارو پسر ابی خیلی دنبالشه. بفرست منتها سفارش کن هوای نسرین رو داشته باشه و تنهاش نذاره. آره خب. خداحافظ. این دفعه دیگه کاری میکنم که واسه همیشه دومتو بذاری رو کولتو گم شی. ابی بلش کن. شما نمیخواه خودتو کوچیک کنی داداش، خودم از پسش برمیام. تو برو کنار. تو دیگه کی هستی؟ من برادرشم. چشممون روشن که بالاخره بزرگترین بچه پررو پیدا شد. بهتره تا ناکارش نکردیم جمع جورش کن یا ببریش. من واسه همین اومدم اینجا. از هر کاری میخوای بکنی ببرش بیرون. نگران نشو بچه، فقط وایس کنار. سلام علیک آقداش. آقداش چی شده؟ آق مشار جان امر بفرما قربان تو برم.
هرچی خرابی بار اومد یادداشت کن تو بعداً حسابشو برسی. چشم، بروی چشمان قشنگ من پسر خودنویس داری؟ نه. غیرت نخواستم، خودنویس گفتم بپریدن خودکار بیار ببینم. بدو الان قربان. مثل که شوخی گرفته داشت. از همون وقتی که دنبال نشه بابای خدا بیامرزمون گریه و شیون را انداخته بودی به خودم گفتم من برادر بزرگترم، باید کاری کنم که این بچه هیچ وقت درد یتیمی رو حس نکنه. برادری کردی؟ واسه همین هر کاری از دستم برمی اومد کردم. دست درد نکنه. هرچی خواستی در اختیارت گذاشتم. صاحب اختیاری؟ نذاشتم کسی از گل بالاتر بهت بگه. جرأتش نشته. آره، خودم هم هیچ وقت دست رود بلند نکردم. حرمتت تو حفظ کردی. ولی مثل این که این یک کارم درست نبوده، واسه همینم میخوام تلافی کنم. باید تربیتت میکردم. یعنی چی آقداش؟ یعنی این که میخوام بزنمت. این کارت خوب نیست داشت. جلوی ناکستا کنفی داره. ممنونم گنم. تا الان چیزی نشکسته، حواست جمع کنه ها. تو داشته بزرگتر کریم. یه کاری نکن روم بهت واز بشه. بابت شکستن سوت صندلی 10 تومن. چی رو 10 تومن؟ صندلی دونه 100 تومنه. فکر کردی اینقدر از اینه تو حیات ما ریخته پر چی میگی؟ میز 4 نفره 380 تومنه. آها جان تو. نمیخواستم داشت بی حرمتت کنم. تو مجبورم کردی. تو به خیالت رسیده 2-3 روزی تو باشگاه بپر پایین بپر بالا کردی دیگه دنیا جلودارت نیست ها؟ نیست تو خودت کله‌ای. از پاس تو یکی برمیاد. نکن دارم حرف میزنم. بگیرم ها. که یکیش بهت گیر نکنه. دیگه چم اشکون کریم آقا تو رو به خدا بسته دیگه کلکه بکن. یه پالتو بود. حیف که آخ کنم با به دادت رسید. ای آقا داشت خوب کاری نکردی، چون از این به بچه بخواد چه نخوای میزنم به سیم آخر. عجب پسر پررو برام بزنمش. یا آقا حساب ما چی میشه؟ بعد میفرستم. بله بعد گرم فروش. میتونستی بزن بکنی. خفه ببخش. اینجوری هم نمیشه، باید یه فکر دیگه ای کرد. چرا نمیشه قربان؟ 2 دفعه کتک بخورم مثل بچه آدم سرش میندازه پایین. این تنها راهشه. نه راهش این نبود، حداقل جلوی اونا نباید باش دعوا میکردم. از امروز دیگه بدتر میشه. مگه ندیدی چی میگفت؟ چه میگفت؟ کتک خورده بود هستیم میگفت تو بیمیری بیا بالا. میگم حاجی ولش کن، اصلا بود هر غلطی دلش میخواد بخوند. چی کار داری اعصاب خودت داغم میکنی تو بمیری؟ نه باید یه فکر دیگه ای کرد، یه فکر اساسی. چی فکری؟ چطور زن بگیره؟ زن بگیرد اون؟ آره باید زن بگیره. فقط زنه که میتونه این جونور رو راست و ریز کنه. یه دختر نجیب خونه دار، یه کسی که زن زندگی باشه، زنی که چشم هم بذاری 2-3 تا بچه بذاره رو دستش. 2-3 تا بچه والا این دختره هنوز نیامده 2-3 چی میذارن رو دست آدم، فکرشو نکن. ولی کو اون زن، کو اون شیرزنی که بتوان افسر گردن این قطر چموش ببنده. گیر میاد آق مشا. کیه؟ گره این کار به دست یه نفر وا میشه. کی؟ خاندایی؟ چی بگم آخه؟ تو درآمدی چیزی نداری که میخوای زن بگیری؟ درآمد نمیخواد که نوکرتم، جوونی و خوشگلی میخواد که منم دارم. اگه خوشگلی داشت برو قزوین زن بگیر. آخه اینجوری که نمیشه برادر من زن گره. روی منو زمین ننداز آقا رسول.
دیگه همچین زنی گیرم نمیاد. دختره یه صورت داره این پنجه آفتاب، قدش از هممون بلندتره، خجالتی، سربزیر، نجیب، باباشم که تو تیمچه است، وضعشم حسابی رو به راست. اگه شما بزرگتری کنی حتما رضایت میدم. خیلی خوب، آدرس خونه‌شو بده، هستی میرم سر وقتشون. قربون محبتت، اینم آدرس، دیگه سفارش نمیکنم آقا رسول الله. باشه خیالت با راحت اجازه. باشه. در ضمن یه کاری چیزی هم واسه خودت دست پا کن، به الکی خوشا زن نمیدن. سلام بفرمایید. سلام آقا پاشر. بفرمایید آقا. بذارش رو میز. با به کوفت. چه بد اخلاق. ببینم تو پاشری؟ با زبونتو گاز باشو بگیر. برو به کارت برسن، قطفا نیومد که پد دست سوخته، خجالتم نمیکشه. طرف کی بود دایی؟ زمونه خراب شده، مردم تا پشت لبشون سرد میشه، کمرشون هم رگ به رگ میشه. اتفاقا منم واسه مادم سراغ گیر دایی. شده زره غیرت اومدی دایی. نه بابا واسه خودم نیست، از ما دیگه آبی گرم نمیشه. ابی رو میخوام سرنش بدم. چی ابی؟ آره دایی، این ابی زندگی رو به ما زهر کرده، به هیچ سراتی مستقیم نیست، دیگه به اینجام رسیده. حالا دیگه فقط یه راه مونده، باز زنش بدیم به هر قیمتی که کسی زنمون نمیشه. آخه چرا نمیشه؟ پول داره، جوونه، زرنگه، تیز و بزم که هست. خونمون گیزه، آتیش مکنه. خب مال اینه که زن پیدا کردم. پیدا کردم، همین الان اینجا بود، الان حرفشو میزدین. راست میگه دایی، خودشه. چی رو خودشه؟ امانت و مردمه، مگه میشه به امانت خیانت کرد؟ چرا نمیشه؟ اتفاقا دختر نجیب و خانواده داری هم هست. کجا میدونی؟ مگه دیدیش؟ بله خود یارو میگفتن. یارو به گور پدرش خندید با تو. خیلی خوب خیلی خوب، عصبانی نشو خاندایی، بیجا. ببین خاندایی، تو که میخوای بری خواستگاری چه فرقی میکنه؟ میگه که چراغی که به مسجد رواست، به چی گفتن آقا ماشاءالله؟ تو بگو. چراغی که با مسجد حرام است به خانم حرام است. آفرین. رو همین حساب دایی دختره رو واسه ابی جورش کن. اینجاست، نه اونجاست، نه اونجاست، نه همینجاست. من خسته شدم آقا کوچه رو درست اومدیم، الان خود خونه رو پیدا میکنه. صاحب این کوچه بیمیره، چقدر ما باید راه بریم. یه دقیقه حوصله کن آخه. خودشه همین. من تنه بزنم. بله همینه. اجازه بده یه رو دیگه هم نگاه کنم، خودشه. زنگو بزن. درش گل بگیرن، روی این بیسابی چی ننوشته؟ مال اینه که حاجی ما متدین وگرنه نشونی درسته. زنگو بزن. من چرا برم زنگ بزنم آخه؟ شو زنگو بزن. تو هم رفتیم حرفی نزنی یا من خودم صحبت میکنم. با من چی مربوطه آقا دایی؟ چش حالا بیا این ور وایسا. اونم چش بفرمایینم اونور. شیطانی میگی بین بویم آقا دایی؟ اون بگه. آمد اونجا. بله سلام علیکم. علیک سلام، با کی کار؟ ببخشید حاج آقا تشریف حاج دارن. آقا کیه؟ به نظرم اومدن تیغه مسترابو درست کنن. دست این ما رو عوضی گرفته، خیال میکنه ما مغنی باشا. خب عوضی گرفته ده. مثل اینکه ما رو اشتباهی گرفتیم، ما با حاج آقا کار داریم، برای یه امر خیلی خدمت رسیدیم. حاج آقا کیه؟ ما اینجا حاج آقا نداریم. نداریم؟ نه مگه منزل حاج آقا سیفی اینجا نیم؟ نه خیر اینجا نیست، از اینجا رفتم خیلی وقته. دخ بگوره پدر هر چی مردم آزاده. اون رود بیاد زن. خدا بگم چیکارت کنه کریم، ببین سر زوری ما رو به کجاها کشونده. بابا تقصیر اون بیچاره چیه؟ حالا قیافه تو با مغنی شبیه اون اشتباه گرفته، چرا داد میزنی سر تو خفه شو با من نکن. بله. یه دفعه دیگه به من بگی آقا چی میزنم تو دهنت که دندوناتو قورت بدی، فهمیدی؟ بله. کلبیت داری؟ نه خیر، فندک دارم. روشن کن ببینم. گاز نداره. خب گاز نداره که برای برو یه دفعه دیگه زنگو بزن ببین. من با گور آبا اجداد من بخندم یه دفعه دیگه برم زنگ بزنم. بزنم. پس چی تو دنبال من اومدی؟ بنده رانندم قربان، در واکن که نیستم. من چرا باید برم در واکن برای رانندگی؟ حالا بزن، شاید یکی دیگه بیاد که زبون آدمیزاد سرش بشه، شاید یکی دیگه بیاد. آخه من چرا برم آقا دایی؟ برو تا کفری نشدم. یه سیگار من بده. خدایا با امید خودت ما را از شر شیطان اوخش ببخشید، تصادف شد. سلام عرض کردم قربان. چی آقا کی هستی؟ چی میخوای؟ من آدمم، با این آمدم. سلام عرض می‌کنم خانم، ایشون راننده بنده است. من برای امر خیلی اینجا اومدم. بله، راننده. برو ماشین بعد بیار سر کوچه. برو ماشین بعد بیار. برو. ماشین چی آقا؟ شما کی هستی؟ الان عرض می‌کنم خانم، بجو پسر. ما را پای نخودسیه نفرستی. ماشین بعد بیار. برو باش. عرض کنم که کجا رفتین؟ خانم ببخشید، با اجازه میخواستم یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. به خجالت بکش آقا، برو دنبال کارت. فکر میکنم براتون سوء تفاهم شده، در حالی که من میخوام پناه بر خدا. آخه پیرمرد تو جای پدر منی. اتفاقا شما هم جای دختر منی، پس نگرانی سرکار علیه در این مورد بی اساسه. خب بفرمایید ببینم چی میخوایم بگی. خیلی ممنون.
باید بگم امر خیلی در پیشه، اما اینجا و به این صورت که نمیشه بگم. بفرمایید اتومبیل هست، هم شما رو میرسونیم به مقصد و هم سه قرایزم براتون روشن میشه. مسیرتون کدوم طرفه؟ شما تعیین مسیر بفرمایید. بله قربان، بله فرقی برای من نداره چون ما همیشه علافیم. من باید برم بیمارستان رضاشاه کبیر. یه مریض دارم که حالش بده. اگه محبت کنیم ممنون میشم. خدا شفاش بده. پس از این خیابونای فرعی برو که یه خودم زودتر برسیم. اصلی رو خب نگفتین راجع به چی میخواستیم با هم صحبت کنیم؟ راستش شاید بهتر بود ما اول خدمت حاج آقا میرسیدیم، ولی فکر کردم امروز روز زن و مرد با هم تفاوتی ندارن، به خصوص دختر نجیب و آگاهی مثل شما شاید بهتر از آدمای پا به سن گذاشته مثل بنده بتونه تصمیم بگیره. متوجه نشدم راجع به چی باید تصمیم میگیری؟ البته بنده حتما بعد از اتمام صحبتمون خدمت حاج آقا میرسم. کدوم حاج آقا؟ حاج آقا سیفی رو عرض میکنم، پدرتون. پدر من؟ من پدرم 20 سال پیش عمرشو داده به شما. یعنی چی؟ مگه شما دختر حاج آقا سیفی نیستی؟ نه قربونتون برم، من تو اون خونه مستاجرم. شما مثل این که عوضی گرفتین. عجب. واقعا همه جور گندشه در آوردی آقا دایی. تو خفه دیگه میدونم چیکار باید بکنم. پس شما دختر حاج آقا سیفی نیستی؟ گفتم که نه، اگرم بخوایم میتونم همینجا پیاده بشم. نه خیلی ما تا مقصد میرسونیمتون. تندتر برو به سر. رابره دیگه خور جان. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. میبخشین واقعا شما خواهش میکنم. خداحافظ شما. خیلی خداحافظ. قربان شما برم من به خدا. آقا دایی میگم ماشاءالله عجب تیکه‌ای بود به خدا، خیلی خوشگله. اون چشای تو درویش کن پس اینقدر دله نباش. بابا دایی جان شما چرا اینقدر سختگیری میکنی آخه؟ این که غریبه بود، یعنی آدم نباید غریبه ها رو دید بسه نجب گرفتاری شدی. اگه زد و پسورد زن ابی شد چی؟ یعنی چه این که طرف من بود بابا جان، عجیب فرق میکنه. خوشگل نجیب تمام راه توی نخش بودن. خانمی از سر روش میباری. آخه کسی که چیزی نمیدونه تو هم نباید به کریم حرفی بزنی. اگه معامله جوش نخورد که هیچ. اگه رضایت داد و کار از کار گذشت دیگه فرقی نمیکنه طرف کی باشه. سلام مامان. سلام مادر، حالت چطوره؟ الان آقای دکتر اینجا بود، میگفت همین روزا چشمای من خوب میشه. مامان راست میگو؟ آره عزیزم راست میگه، تا 2 هفته دیگه تو رو عملت میکنه. یعنی اون وقت میتونم تو رو ببینم مامان؟ معلومه که میتونی عزیز دلم. خیلی دلم میخواد تو رو ببینم. راستی مامان تو چه شکلی هستی؟ چند دفعه اینو میپرسی؟ من شکل تو هم. بابام چه شکلیه؟ مامان کجایی؟ چرا جوابمو نمی؟ مامان چی عزیزم؟ پرسیدم بابام چه شکلیه؟ خیلی دلم میخواد اونو ببینم، میتونم ببینم؟ نمیدونم. چرا مگه نگفتی وقتی چشام خوب شد بابامو ببینم؟ آره عزیز دلم گفتم، ولی بابات هنوز سفره. یعنی این همه وقت بابا مثل این که ما رو دوست نداره؟ نه عزیزم اینطور نیست، اون خیلی ما رو دوست داره، خیلی زیاد. چرا از وقتی منو زاییدی رفته؟ چرا ما رو تنها گذاشته؟ من از گشنگی مردم اقلا یه چیزی بدی من بخورم. بخوری تو هم پسر چرا دقیق میزنی؟ چشت به در باشه یه وقت نیاد بره. بس یه سیگار بدی بکش. اونا دیگه برای آدم اون گندگی یالوسون بسر باشه. یالا ماشین رو دوست باش هی بخور با من. دست باش ماشین روشن کن را بیاف. دست باچه نکن چشم. باید تعقیبش کنیم به جای خلوت گیرش بیاریم، باهاش صحبت کنیم، اگه گمش کنیم پوستک کلت میکنم. دایی من فکر نمی کنم از این زنانه آبی گرم باشه. تو غلط میکنی؟ خاندایی اشتباه نمیکنه دیگه، بهتر از این ممکن نیست گیرمون بیاد.
ولی آقا دایی یا گرسون دوست داره دایی منم علی گرسون دوست دارم غلط می‌کنی. سلام نسرین جون. سلام، چطوری؟ قربونت. دیر که قرار عملش کنم. پولش چی؟ هنوز هیچی. مگه عباس نگفته خرج عملو میده؟ چرا میده، اما به شرطی که من با اون باشم. خب مگه چه بشه؟ من اگه میخواستم خودمو بفروشم حال روزم این نبود. تو داری اشتباه میکنی. واسه عمل بچه‌تم که شده چه عیبی داره یه دستی به سر و گوشش بکشی؟ نمیتونم با اون باشم. یعنی نمیخوام باشم. تا امروز که بچه‌م 7 سالشه خودمو نگه داشتم که همه زندگیم یه اتاق فکستنی و یه گیلیم پار است. من دماغ تو خیلی عذر می‌خوام که مزاحم شدم. سلام مجدد حقیر رو بپذیرید. اینا دیگه کیه؟ آقا جون من که قبلا بهتون گفتم عوضی گرفتم. نه عوضی نگرفتم. من دختر حاج سیفی نیستم. این چجوری باید به شما بگم؟ میدونم اما مد نظر من شما هستید. دختر هر کی میخواین باشین. مهم اینه که بنده شدیداً خدمتتون ارادت پیدا کردم به همین نمک قسم. اون شما آقا دایی خندایی ببخشید. بله به همین نمک قسم بنده نه مزاحمم نه میخوام سر نخی بند کنم. یعنی سن بنده اقتضا نمیکنه. قیافتونم همینطور. بله چه بهتر. در هر حال بنده قصد خیره. به همین قبله قسم. آقا دایی قبله عظیم بره قربان تو برم الهی. خوش بریم. تو قبله نفسی گرفتی من برم بیرون؟ گفتم بیرون. خیلی خوب تلفن من در یه زنگی با من بزن کارت دارم. چه نگاهی میکنه ببخشید تصادف شد. این نسرین خانم ما از خواهرزاده شما خوشش نیومد و نخواست باهاش ازدواج بکنه. اون وقت تکلیف چیه؟ والا تقاضا دارم به معنی بد ور نداری. اما اینطور که بنده شاهد بودم مثل اینکه شما مریضی در بیمارستان دارید. خدا شفاش بده. با شما چه نسبتی دارید؟ والا پدرشه. بله پدرم. خدا شفاش بده. حتما احتیاج به دوا درمون چیزی داره. خب بله. عرض کنم که این واسه شروع کاره. اگه خارزاده ما رو به قلوبی قبول کردین که هرچی اون داره متعلق به شماست. اگرم نخواستین به جبران وقت تلف شده‌تون من شما رو راضی میکنم. بفرمایید. پیشنهاد خوبیه. من از طرف ایشون اوکی میدم. چی؟ به نظرم آپرکات زد. حواسم نبود ولی حال میدادم نه. بیا بگی بذار روش. اوه چه داغه نه. اب نداره بذار روش مادر بمونه تا ورمش میخوزه. اب نداره یه خورده تحمل کن خوب میشه. سلام ننه. سلام. چی شده ننه؟ مثل اینکه خبراییه. اون خوش بچه دارن منم دلم خوش بچه دارم. هی میگن پسر 100 تا دختر کور اگه داشتم تا حالا شوهر داده بودم. آخه واسه چی لب این بچه رو اینطوری کردی مادر؟ اگه درست نشه دفعه دیگه بدتر از اینش میکنم. میخوای ننه واسه یه قرص بیارم به نظرم چاییدی؟ چاییدم مال کسای دیگه است ننه. گوشتم پاش شما بیار. نمیدونم چی بگم خدا خودش بخیر. چیه بروسلی؟ وکسم واسه ما درد سر شده. کسی هم جلو دارمون نی. یکم پیدا نمیشه کیسه بوکس ما بشه. آقا یا الله سلام تمام شد تمام. کجایی تو؟ تمام شد یه کریم آقا تمام شد. هم
سلام آقای بیجن. سلام آخ کلمبوس چطوری؟ هی قربان تو برم بد نیستم. چی تموم شد؟ چی بابا ورزش تا بکنم ما گوشی شیطان کور عجب هیکلی با هم زدی بخوده. مثل اینکه خبراییه انگار یه چیزی میخواستیم بگی نه؟ نیست یه قدر بنده بدهکاری داشتم آمدم بگویم بدهکاری بنده تمام شد همه شد دادم و سلام نام. خوب کاری کردی اگر من به این چیز از صبح تا کدوم گوری رفته بودی؟ خیلی علافی کشیدم ولی خیالت راحت باشه کارر رو برا کردم دخترم دیدم. خب چطور بود؟ هیچی خانوم پیدا نمیشه آقا داییم باش تمام حرفاش زد صحبت رو با او کرد فقط نتوانستیم قرارش بیذاریم. همین که گفتم فردا صبح اول وقت میری در خونه دختره. ماشالله عشق میکنی یا نه ها؟ هزار ماشالله. یه وقت چشمون نزنی نه؟ نه بهتره که چشم هرچی حسوده. بلندتر بگو بذار همه بشنفن. نه یه جلوی وقت بس دیگه مادر شیرتو بخور. دست درد نکنه ننه. مثل اینکه خسته شدی ننه. نه بابا تازه سر حال اومدم. مادر بهش بگو من یه کار و زندگی نداره که از خونه بیرون نمیره. بهش بگو هر وقت دلم بخواد میرم به هیچ کم ربطی نداره. بهش بگو دست از این بچه بازی ها ورداره و به کار کاسبیش برسه. بهش بگو اینقدر به پر پا من نپیچه. بهش بگو اون روی سگ منو بالا نیاره نه. به فرض اگه بالا بیاد چطور میشه؟ وای شیر هرچون شده ببر بدونی که دست خالی بریم بعد میشه مخصوصا واسه خوده آقا کدوم خریه برم خود ببینم. رابیا فینم خجالت بکشین دست از سرم برداری. مسخره بازی در نیار بس دیگه رابیا مسخره هیکلته. چرا دست از سر من بر نمیداری مردی که؟ اینقدر داد بیداد نکن دیگه اگه راحتم نظری پلیسو خبر میکنم. حالا که با پای خودت نمیاد به زور میبریمت بگیرش بریم بله فرمایش چی از جون خانم میخوام؟ به تو هیچ ربطی نداره بابا کارو برس چی کن؟ با حالت داره بابا ما نمیم که داره یا نداره؟ سرکن دعواز شده اونجا رو نگاه کن. داریم چجوری دارن هم دیگر رو میزنن. یه کاری بکن سرکن جون. دعوت کنه بریم به کارتون برسیم من پای تو خواهر مادر نداریم بریم به کارتون برسیم بریم به کارتون برسیم بریم متحرک شیم. بفرمایید آقا. آدم کله پوچنا بی شرفای بی حیثیت میبینی جون شما؟ موضوع چی بود آقا؟ هیچی سرکار انسانیت از بین رفته شرف و آبرو بی ارزش شده نمیدونم این جوونه چرا انقدر فاسد شدن دنبال خانم افتاده بودن درسته؟ راست میگن سرکار مزاحمم شده بودم. شما کی هستی؟ بله دکتر ابراهیمی خوشوقتم جناب سرکار قربون شما آقای و دکتر. همچنین اجازه بدین خانم براتون تاکسی بگیره. نه سرکار جون من خودم میرسونمشون مثل اینکه حال خوبی ندارم آره اینم 1000 تومان بازم به هزار فقط باید 500 600 تومن خرج دوا درمون این صورت بکنم تو بی بخار آدمی من باید جریمه اونو بدم برو به کارت. حالا رد کن اینو دو و سه و اینم 4 5 دیگه. حالا درست شد بالا بفهم بریم شب خدا بخیر. یلا سپردیم به خاک بزنم که بخار پیدا کنه اقلم بی پدر مادره. خب بریم سراغ ماموریت خود. خب الحمدلله برنامه عروسی به میمونت و مبارکی جور شد. جان خواهش میکنم طورتون که نشده. نه بابا من اگه روزی یه دفعه دعوا نکنم امورتم نمیگذره منظورتون چیه؟ هیچی من خیلی از حرفایی که میزنم همینطوریه منظوری ندارم اینو واسه بعدا میگم که خدای نکرده یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد. منظورتون از بعدها چیه؟ اونم رو بی منظوری گفتم اینو کی میگم مثل که شما رو میشناختم بله اجیر کرده یه آدم تس فطرتن که چند ماه سایش انداخته رو زندگی با اینکه میدونه من چجور دختریم ولی دست بردار نیست. از عجایبه من نمیفهمم بعضی چرا انقدر بی چشم رو هم
باور کنین من رو ناموس مردم بیشتر حساسیت دارم تا رو ناموس خودم. جدی؟ جون شما. شما احساسات قشنگی داری. چه کنیم ما هرچی میکشیم از این قلب رقیق و حساسیه که داریم نمیتونیم ببینیم کسی مزاحم یه زن تنها شده، علل خصوص که خوشگلم باشه. شرمندم میکنی. نه والا جدی میگم. راستی گفتین اسمتون چیه؟ من هنوز چیزی نگفتم. راستم میگی، حواست باش. خب قصدم نداریم بگین، منظوری ندارم. اسمم نسرینه. خوشوقتم. اسم بندم ابیه، یعنی اصلش ابرامه، خودمونی ها به هم میگن ابی. شما هم که دیگه چشمونی، خودمونی. ولی دکتر ابی اسم قشنگی نیست. دکتر ابی که با ولم کن، من سال 8 مهندسی زبلیشنم از دانشگاه چنسلوانیا. خب حالا کجا داری میری؟ نمیدونم، همینطوری ناخودآگاه دارم میرم طرف چاتونوگا. چطور مگه؟ آخه من باید برگردم خونه؟ امکان نداره جون شما حالتون هیچ خوب نیست. من اگه شما رو تو این حال تنها بذارم یه 2-3 هفته عذاب روحی دارم. آخه واسه چی؟ عاطفه خانم جون، عاطفه. وجدان منو فلجم کرده. الو، سلام مسعود جون. آره خودمم. ببینم تو وضع آپارتمان در جاله. جنس که نه، ولی یه خانمی هم پامه. نه جون تو مسعود، اونجوری که فکر میکنی نیست، دختر خوبیه. اون نمیدونم، شاید. آره ممکنه. خب پس کلید رو بذار زیر در. قربون تو برم، خداحافظ. آخه ای خدا. اسکیوز می. آبجوت گرم شد. یکی رفقا بود، میخواست یه کاری واسش انجام بدم. پارتی میخواست. ای بابا پس با این حساب من مزاحم کدومه؟ میدونی بعضی وقت آدم بدجوری توی یه چیزایی میمونه و نمیتونه تصمیم بگیره. مثلا چه چیزایی؟ خیلی چیزا. بگذاریم. راستی نگفتی این یارو که مزاحمته کیه؟ یه ژیگول خرپول. من تو برادر این نامزدی چیزی نداری که بالا در بیام؟ نه من کسی رو ندارم جز یه پدر پیر که تو بیمارستان بستری. پر رو این حساب کسی نیست ازت حمایت بکنه، نه؟ چه؟ نکنه میخوای استخدام بشی؟ خب چه بشه؟ من آدم اهل کاریم، مخصوصا اگه کارمو دوست داشته باشه. خب اگه من کارتو نپسندم چی؟ یه داره واسات استاژ کار میکنم. مطمئنم یه چند روزی که بگذره خودت رسمی میکنی. حقوقت چی میشه؟ من نمیتونم از عهده‌اش بر بیام. نظری کار میکنم. دیگه چی میگی؟ باید عدم سوء پیشینم داشته باشی. این دیگه خیلی بد شد. میگم چطوره بریم یه جای خلوت راجع به این قضیه حرف بزنیم؟ نه من باید برم بیمارستان. به سنگ خورد. سلامتی. بفرمایید. خیلی ممنون. قربان شما. میگم چطوره بیام یه حال احوالی هم از بابات بگیرم؟ نه دیگه خیلی تو زحمتی. چون زحمتی؟ بعدش هم هر جا بخوای میرسونمه. ممکنه باز لوشوش مزاحمت بشن. ببینم مگه تو کار و زندگی نداری؟ قرار شد کار ما همین باشه دیگه. ما این صحبتشو نکردیم. من که هنوز استخدامت نکردم. خب پکه بیام سر کار. از فردا. کجا؟ همینجا. عدم سوء پیشینه چی؟ اونو دیگه بذار به عهده خودم. اگه تشخیص بد دادم عذرتو میخوام. خداحافظ. خوش اومدی. چرا اینقدر مامانم دیر کرده؟ چرا نیومده؟ مثل که گرفتگی داشته. الو آقا ماشالله هستن؟ بگش کنار. چیه میشنگی؟ یارو الان تلفن زد تا حالا با هم بودن. خب رفتن یه جایی نشستن یه چیزی با هم خوردن، دیل دادن، گلورم گرفتن، برای فردا هم با هم قرار گذاشتن هم دیگر ببینن. اما جان
طفلی ابی نمیدونه که این توبه میری از اون توبه میری آس. اگر همینجوری پیش بره نتچم وقتی دیگه دوست تا بوزغالی میزنه بغلی ایبی جم پیش. آره. چه کیفی داره بخودم. فقط باید نذاریم شبا بیرون بره. باید دورورشو جمع کنی. راست میگی؟ آخه چجوری؟ نمیدونم باز یه رای گیر بیاریم. من میگم بیا بزنیمش چطوره؟ یخ کنی. 2 ساعت تمام زحمت کشتم حالا میگی یخ کنی اونم هوای بین گرمی؟ آره از این بالا داشتم نظاره میکردم چه دنیای قشنگیه. بعضی وقتا آدم چیزایی میبینه که شاخ در میاره. نسرین گدا BMW سوار میشه. خوب نیست جلوی بچه این حرفا رو نزن. کی بود؟ کی بود؟ همون که پیادت کرد. راننده شخصی بود. تاکسی گیرم نیومد جلوی یه شخصی رو گرفتم. مثل این که با دسته کورا داری معامله میکنی. کار میدونی از کجا خرابه؟ خوشگلیت باعث شده که تا حالا کسی بهت کاری نداشته باشه. اما من بالاخره یه جای صورت قشنگ کار میکنم. ولم کن داری نفسم بلند میاد ولم کن. مامان کجایی؟ چی کار میکنی؟ من اینجا عزیزی. چی شده مامان؟ عمو عباس کجاست؟ همینجاست پسرم دیگه میخواد بره. من حرف آخرمو میزنم. اگه وضع همینطوری پیش بره دیگه نواز رو من حساب بکنی. اون وقتی که خاطر خوابازی رو میذارم کنار رو به چارمیخ میکشمت. یه چیز دیگه یه خورده بیشتر به فکر بچت باش. اون این شکلی ناراحته. زودتر واسه عمل بشه. چی شده مامان؟ دوست شب اول حسابی ما رو پنچر کرد. شب 4 یه هورتود کشیدم میونه کلیا و خودم رو رسوندم بهش. تیرم به هدف خورد و فردا قرش زدم. خوشم میاد اینجوری خوبه داداش. خور تتمش شده بود. واسه خاطر من دست از همه چی کشید. تو 6 ماه اول همه جور امتحانش کردم. تو خیانت، تو رفاقت، تو دروغ گفتن و راست گفتن، تو بونه گرفتن و خون دار بودن. مشکل تر از همه تو تحمل کردن و صبر داشتن. تو هیچ کدومم رفوزه نشد. باریکن عجب زن باصفایی بودی. خب تتمش. یواش یواش شکمش ازم بالا اومد. ای بابا. آره دیدم کار از کار گذشته. خواستم عقدش کنم و قال قضیه رو بکنم اما قاپم بد نشست. بد نشست؟ آره گوز آوردم. توی دعوای پام کشیده شد وسط و رای زندون شدم. تو بنده؟ نه تو تهرون. اومده بودم کارامو را سرویس کنم. خب تتمش. دیگه ندیدمش هیچ وقت. از تو زندون واسش خیلی پیغام فرستادم اما خبری ازش نشد. اصلا نمیدونم فهمید افتادم زندون یا نه. وقتی خلاص شدم یه راست رفتم تو بنده اما بیفایده. فقط یادش مونده بود. هیچکی ازش سراغی نداشت. خیلی دنبالش گشتم. هنوزم دارم میگردم. حتما خیلی خوشگل بوده که تا حالا یادت نرفت. خوشگلی و خوبیش دیگه واسه مهم نبود. فکر اون که تو شکمش بود داره دیوونم میکنه. آره اینه که منو سوزونده. اینه که بعد این همه مدت هنوز وقتی خراب میشم یاد اون میفتم. یاد زنی که نگرفتمش. یاد بچه‌ای که ندیدمش. عرق برستون کشتیم. سلامتی. خوش. نه بی جوانات تو ببینش. یواشتر ببیننه خواب دیر وقت. این خیالش ما. خیلی حالا بشه بریم بگیریم بخواب. خواب؟ بگو با خواب شم شب نیابدید دیگه ما. اگه بدونی امرو با کی آشنا شده. حتما با یه زن نه؟ آره با یه زن. تو هر کجا میدونی کلمبو؟ خب معلومه دیگه. تو غیر زن با کی میتونی آشنا بشی؟ بلند شو برو بگی بخواب. آره برم تو خودم باشم که باحال تره. آره یالی منم باحال. نه برم خودشی بلام کن. من خودم میگم. خیلی خوب شبت بخیر برو. یا به منی میگی کلمبو. وقتی بابا مرد داشتم جشو گرفت.
اون برادری رو در حق من تموم کرده، همه زندگیشو گشته رو من. بعض وقتا به هم نق میزنه، اما حالا که فکر میکنم میبینم کاری هم بیراه نمیگه. مگه اون چی میگه؟ این که من سر به هوام، دنبال کار کاسبی نیستم، عشقیم، چی بگم، ددریم، همه جو چیزا دیگه. داداشت در مورد تو اشتباه میکنه. تو پسر خوبی هستی، تو خیلی با صفا و پاکی. من تو این مدت، تو این چند روز خیلی به تو فکر کردم، خیلی زیاد. تو خیلی خوبی ابی، اینو جدی میگم. راستشو بخوای نمیدونم چه جوابی باز بهت بدم، بگم مرسی، متشکرم، قربون شما، نوکرتم. نمیدونم چی باز بگم که تو کلاس تو بشه. هر کدومشو بگی خوبه. هم نوکرتم. خیلی خوشگلی، چشات یه حال مره، نمیدونم چه حالی، اما وقتی بهشون نگاه میکنم حس میکنم داغ میشه. لبم به خیلی چیزا وا نمیشه، هر کلمه‌ای که میخوام بگم تو گلوم خوش میشه. این مال چیه؟ میگم پاشو یه خورده راه بریم. راستی تو چرا تا حالا شوهر نکردی؟ صدامو نشنفتی؟ پرسیدم چرا تا حالا شوهر نمیذارم بکشه؟ رو هوا میقاپن و میکشنش خونه شوهر. خب شاید دلیلش اینه که من خوشگل نیستم. سیاکار داری دستم میندازی؟ نه جدی میگم. نسرین چی؟ زن من میشی؟ فکر نمی کنی که بریم بهتر باشه؟ خیلی دیره. همین حجب حیاته که منو دیوونه کرده، اما بالاخره باید جوابمو بدی. ندی یه روز دیگه میدی. من تصمیممو گرفتم. همه آدم عالم میدونم من چه آدم لجبازی هستم. روزی که بند کنم تا به دست نیارمش ولکن معامله کنم. پس از همین حالا روش حساب کن، چون ولکنت نیستم. با من کار داشتین؟ کریم آقا؟ بله. بفرمی. اسم من عباسه، بهم میگن عباس شطوری، چون خیلی بدکینم. آدم بیرایی نیستم، میرسه و زیر پامم قرصه، اما جلو یه مرد خاکی اما کوچیکشم. بری سر اصلش خیلی بهتره. مشکل چی؟ غرض یه نفر پا گذاشته رو دم ما و یکی از آرتیستای کافه ما رو که خیلی هم نور چشمیه غر زده و تو گوشش چیزهایی خونده که حسابی کاربار ما رو ریخته به هم. اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ دومشو قیچی میکردم. الحق که آدم درستی هستی. منم همین خیالو داشتم، اما وقتی دیدم پای شما وسط خواستم واگذار کنم به خودت. داداشته ابی؟ یا اونم اسمش همینه که گفتی. شنفتم آدم بدقلقی و خودتم ازش شکاری. فکر کنم داری اشتباه میکنی. ابی میخواد زن بگیره. خیلی وقته که دوری این حرفا رو خیت کشیده. خب لابد همین عباسی ما رو میخواد بگیره دیگه. عباس جلوی اون دهانتو بگیر ازش چرت بیرون نیاد. این درست‌ترین حرفیه که به عمرم زدم. اون بهش گفته میخواد بگیرتش. دروغ و راستش به شما مربوطه که بزرگشی و غیرت و عزتت گنده‌تر از این حرفاست. اما چیزی که به من مربوطه اینه که پاشو از تو کفش ما بکشه بیرون و دور و بر این زن رو خیت بکشه. احترامت واجب. تا فردا ازت میخوام وضعش رو روشن کنی. از فردا به بعدم اگه دم پر زن آفتابی بشه از ما یکی دیگه انتظاری نداشته باش. اینم آدرس دکه ماست. میتونی شب زنک رو ببینیش و باش حرف بزنی. لطفت پاینده. دوست دارم شام نخورده بیای. ده اونجا. ای
فکر تو والا اما کی خبر داری ای والا ای والا ای والا به بادی زمونه که هر کی عاشقه بی هم زبونه ای والا به راه و رسم دنیا که آدم لب آتش نمیمونه چشمان گل بهار لبهام گل انار اما دل دیوونه از عشق تو بیگانه ای والا ای والا ای والا به چشمی که تو داری دنیا رو آدم میبینه تو آینه ای والا به اون طرز نگاهت لرزونه قلبم توی سینه توی خواب و تو بیداری توی مستی و هوشیاری در فکر تو والا اما کی خبر داری ای والا و ای والا ای والا به بازی زمونه که هر کی عاشقه بی هم زبونه ای والا به راه و رسم دنیا که آدم لب آتش نمیمونه چشمام گل بهار لبهام گل انار اما دل دیوونه از عشق تو بیتابه ای والا ای والا میخوای باشه حرف بزنی؟ آره همین حالا. بس برو تو صورت خونه الان اونجاست فقط اسمی از من نیار. نه خیالت راحت باشه. راش از این ور. وامیسی تا من بیام؟ ها آره زودتر تمومش کن همین الان. هیچی نگو. میخوام خوب نگات کنم. چقدر عوض شدی. چقدر فرق کردی. واسه چی اومدی صبح؟ چی داری میگی نصره؟ تو 7 سال کجا بودی؟ وقتی صبح تا شب تا صبح چشام به در موده بود و قلبم مثل یک کفتر بچه پرپر میزد تو کجا بودی؟ وقتی تشنه و گشنه پیش هر کسی اون کسی رو انداختم و رو نمیدیدم تو کجا بودی؟ وقتی شکمم بالا اومده بود و جایی رو نداشتم که بچه‌مو به دنیا بیارم تو کجا بودی؟ من افتاده بودم حبس وسط پیغام فرستادم دنبالت گشتم. خیلی چیزاست که باید بهت بگم. فقط بهم بگو اون بچه پسر بود دختر بود الان کجاست؟ دستت بهش نمیرسه هیچ وقت. پس زنده است ها؟ نه اون بچه‌ای که تو حرفشو میزنی خیلی وقت مرده از اینکه تو رفتی. اینی که از 7 سال تمام تو نکبری مثل یه سگ به دندون گرفتمش تا به اینجا رسید. غیر از این نمیتونه باشه. اینو قبول دارم. اون بچه‌ت نصری از عشقت. بچه تو هم بوده کریم از عشقت. ولی من ازش خبر ندیدمش. دیگه من تحملم زیاده. 7 ساله که منتظر موندم بازم میمونم چون جفتتون رو دوست دارم. فقط یه چیزی رو میخوام باهات تموم کنم. دورور ابی رو باید خیط بکشی. چی گفتی؟ اون برادر منه. ابی؟ آره نصری ابی برادرمه. من میدونم تو تا حالا واسه چی باهاش سر کردی. واسه پول. من این پولو بهت میدم هر چقدر که بخوای. فقط پاتو از زندگیش بکش بیرون. اگه اون بخواد این کارو میکنم. تو که اونو دوستش نداری داری؟ دیگه برام فرقی نمیکنه. تو زن من هستی. بودم. من نمیذارم نصری نمیذارم یه همچین اتفاقی بیفته. اگه میتونی بهش بگو من کیم و چی کارم. بگو ازت یه بچه دارم. بگو 6 ماه با هم توی یه سفره دست بردیم و توی یه اتاق نفس کشیدیم. بهش بگو. میدونی که نمیتونم اینا رو بهش بگم. پس دیگه حرفشم نزن.
اون یه بچه است، مثل یه بچه پاک و معصومه. نمیدونه چی کار داره میکنه. تو اونو درست نمیشناسیش. شاید، ولی یه چیزی رو مطمئنم، عیبی کسی نیست که یه بچه تو شکمم بره دیگم بر نگرده. زن گرفتن چی؟ بهم میاد زن بگیرم. یعنی حرفایی که میزنی راسته؟ جون مادر راست میگی؟ آره نه همش راست. یعنی تو تا چند روز دیگه عروس میاری توی این خونه؟ عروس نه. حالش هم میدونستم این تویی که روز ویدا برو یه میکنی. زنگ دیگه به داشت کریم بزن. این وقت شب که کارخونه نیست. برگشته باشه. آخر ساله، حساب کتاباش زیاده. دیگه طاقت دلم به تا خورد. پوش نای قربون کردم. دلت برم الهی مادر. آخش. وای چه حلال زاده ای مادر. سلام. سلام داشت کریم. سلام بیبی جون. کجایی بابا؟ بچم از سر شب تالا دل تو دلش نیست. یه نگاه به دره، یه نگاش به ساعت. خود منم همین. از کی تارا من انقدر عزیز شدم؟ ای بله داشتی تو بزرگ مایی ولی نعمت مایی. راستش چجوری بگم چه فرمی بگم؟ بگو نمیگه. بگو دیگه. ادو میخواد زن بگیره. زن بگیر؟ آره داشتی. ببین اینو میدونم که واسه تو افته من زودتر از تو زن بگیرم ولی اینم میدونم که تو انقدر لوتی گیری تو آستینت هست که راه بدی مستر سامون بگیریم و آدم بشی. همون چیزی که همیشه میخواستی. چی انگار خوشحال نشدی داشتی؟ اسمش نسرینه. آره. مگه میشتیش؟ اون دختر به درد ما نمیخوره. وای تو داری راجع به کی حرف میزنی؟ چی داری میگی کریم؟ اون دختر با خانواده ما جور نیست. دختر های سیفی با اون همه حسن و محاسن که ابی میگه چطور با خانواده ما جور نیست؟ اون دختر قارسفی نیست. نه باشه، من که واسه خاطر باباش نمیخوام بگیرمش. اون دختری نیست که مادر بتونه قبولش کنه. اینو باید خودش بگه نه تو. اون اصلا دختر نیست. کریم! وقتی دوره برامون حرف میزنی حرفتو مزه کن باید بزن. مزه کردم ببین، خیلی تلخه. من تا همین نیم ساعت پیش باهاش حرف میزدم. اون توی کافه است، اون رقاص توی کافه است. دروغه. اون یه قاپه کنه. میتونی خودت ببینی، با هم میریم اونجا، اون میاد واسمون میخونه، واسمون میرقصه. اگه در کیسه رو شور بدیم میاد سر میزمون میگه و میخنده. راست میگم ببین، اگه بخوای میریم پیشش. میخوای؟ گفتم میخوای؟ هر جور فکر میکنم من میرم تو اتاق خودم و هم رو به رو نشین بهتره. باشه. بفرمایین تو بهشون گفتم. بفرمایین. ببینم خانم جون، خواب که نبودن؟ نه خیر. سلام. این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ باید حرف دارم. شام خوردی؟ اون یه چیزایی میگفت. چی؟ میگفت که تو شبا تو یه کافه میرقصی. راسته؟ نیستم. من هیچی نیستم جز کسی که از همه کس رونده و از همه جا مونده است. شبا واسه چند دقیقه از خودم رو بزک میکنم و جلوی مش مست و پاتیل قر میدم. اگرم مجبور بشم میرم سر میزشون میشنم و باشون میگم میخندم. آره؟ چی مجبورت میکنه؟ بچم. من تو اون مریض خونه یه بچه کور دارم. بچه ای که هیچ وقت پدری بالای سرش نبوده. آره این منم. اینم زندگیمه. اونم کار. آره که وضع فرق واسه کرده. من نه. واسه من تو همونی هستی که بودی. من اگه پا تو اون خونه بذارم همه چی از هم میپاشه. مادرت، برادرت. من با یه بچه کور با یه اسم بد واسه اونا هیچی نمیارم. این منم که میخوام با تو زندگی کنم، نه مادر رو داشتم. ابی تو مطمئنی که منو میخوای؟ من به خیلی تا حالا گفتم دوستشون دارم، خیلی راحت. وقتی میگفتم نه دستم لرزیده، نه رو پیشونیم عرق نشسته، نه خودم رو گم کردم.
اما هر دفعه که خواستم اینو به تو بگم دست و دلم لرزی، رو صورتم عرق میشه. اینم فهمیدم این دفعه راستی یکی رو میخوام. اگه نمیخواستمت، اگه مطمئن نبودم، حتما دو خیلی زودتر بهت گفته بودم میخوامت. بچم چی؟ اسم بچت چیه؟ اسمش سعیده. اون رو تو خیلی حساب میکنه، پس دیگه منتظرش نذار، همین فردا عملش میکنه. ایوی حالا دیگه اون بابا داره، بهت قول میدم مثل تو حاضری زمین؟ میگم عباس آقا بهتر نیست همینجا ناکارش کنیم و قال قضیه رو بکنیم. چیه نکنه میترسی؟ این حرفا چی عباس آقا؟ هرچی شما بگی. زبی بچه پردالی عباس آقا، حالا میبینی کتو بکن. فکر هیچی رو نکن، همه‌شی درست میشه. انشالله. بهت قول میدم. شب بخیر. شبتان بخیر. داره میاد، حاضر شد. بکش پشت. بپروش. نزار تره. نزار. همین کن نگرش دار. یادو بیدت کن. مردم! ندارم فرستیم منو باش! کمک کنیم منو تقصیر من چیه دایی؟ دیدم ریش و قیچی دست منه، اومدم یه کاری کنم که تو راضی باشی. زمونه عوض شده دیگه دایی. آدم و هزار جور دوز و کلک. حیوانه نیست که بشه به شرط چاقو سواش کنی. یه دفعه میبینی مثل این دختره تو زرد از آب در میاد. من قسم ثواب بود که کباب شدم. نه دایی، این منم که دارم کباب میشم. میدونی طرف کیه؟ کیه؟ زنیه که چند سال پیشتر با من بوده. ازش یه بچه دارم. یا موسی بن جعفر. آره دایی، واسه همینی که موندم چی به این پسره بگم. اونم حسابی خراب نسرین شده. خود دختره چی میگه؟ اون رو قیس افتاده و میخواد زنش بشه. به خیال خودش داره اینجوری تقاس در به دریاشو از من میگیره. ابی هم از همه جا بی خبر پاشو تو یه کفش کرده. نمیدونم چیکار کنم دایی. این قضیه بو خون داره کریم. خیلی باید حواستو جمع کنیم. خودم هم از همینش میترسم، اما نمیتونم. الو؟ آره وصلش کن. برای خودم. تو این اتاق. چرا تو این اتاق؟ چرا شاید چرا سوام بکن. برو تو. چکرین؟ سلام ابی. زیاد طول نکشه باید ببریمش چشم سر کن. چکر سرکار. چکرم داشتی؟ با عباس دعوا کردی؟ نه من دعوا نکردم، اونا به هم بنگ کردن، یعنی از قبل کلکش چیده بودم. حدسشو میزدم به این. کلک زدم داشتی، واسم پاپوش دوختن. تو خودت منو خوب میشناسی، من آدمی نیستم که دست به چاقو ببرم، حتی اگه زورم نرسه. در حال این نفر تو حشر افتادی ابی، کارت خیلی بیخته. اینو میدونم، اما تو درستش میکنی. تو نمیذاری من زندون برم، ریاضتشو نمیگیری مثل همیشه. این دفعه با همیشه فرق داره. تو رو بد کسی دست گذاشتی، باز دورش خیب بکشی. چه داره میگی کریم جان؟ من اونو دوستش دارم، میخوام بگیرمش. میگه بچه داره. اینو میدونم، دیشب همه چی رو واسم گفت واسه خاطر بچه‌شی که مجبوره تو کافه کار کنه. آخه میدونی بچه اون کوره. پدر بچه‌م از اون ناکسای بی معرفتی بوده که سر به زنگا زده به چار. دیشب تو حالا بیشتر ازش خوشم اومده داشتی به خدا. من میدونستم نسرین زنی که ذاتن با کافه و اینجور چیزا جور دارم. من اونو میگیرمش. این کارت خیلی نپخته است ابی، بیشتر فکر کن. تو دیگه بچه نیستی. اصلا از کجا معلوم که اون تو رو دوست داشته باشه؟ از کجا معلوم که چشش به پول تو نباشه؟ اشتباه میکنی داداش. ما دیگه انقدر دنیا دیده، اون انقدر خوشگلی و برارو داره که اگه دنبال پول باشه با یه چشمک تا خرخره اسکناس به پاش میریزن. اون اهل این حرفا نی، میخواست زندگی داشته باشه با یه آدم حسابی. پس همینه منو انتخاب کرده. پس میخواد زنت بشه؟ آره دیشب همه چیز با هم تموم کردیم، فقط مونده که تو پا پیش بذاری یا کمکم کنی.
میخوام همین امروز بری سراغ عباس، هم رضایتشونو بگیری، همین که ازش بخوای دیگه کاری به کار نسرین نداشته باشه. من نمیخوام تو زندون بمونم، چون باز چشای اون بچه رو خوب کنم. اون احتیاج به عمل داره. باشه. دانا شرین تو داستان باشه باشه. بیا بریم. چی شد؟ فایده ای نداره دایی، اون عوض نمیشه. شده مثل بچه‌هایی که چیزی رو بهانه میکنن. هرچی سعی کردم نتیجه ای نگرفتم. فقط مونده که همه چی رو بهش بگم که اونم هم من بر نمیاد. تازه از هم خواسته که کمکش کنم از زندون خلاص بشه. فقط یه را مونده بمونه. اگه یه مدت اون تو بمونه خود به خود سرد میشه. دخترم که میگی رو قید تو بهش گفته که دوستش داره، پس اونم بعد از یه مدتی آروم میشه همون آدمی که هر روز اول رفتیم سراغش. تا اون موقع ابی هم تو زندون همه چی از سرش میپره. یعنی بذارم اون تو بمونه؟ باز خاطر خودشم که شده باید این کارو بکنیم. منم بهش سر میزنم و باهاش حرف میزنم، سعی میکنم حال هواشو به کلی عوض کنم. دایی میدونی که من اونو خیلی دوستش دارم. نمیخوام چیزی که مال اونو ازش بگیرم. اصل این که مال اون نیست. تو حالا دیگه باید فکر خودت باشی. بس دیگه ها، خودتو آزار نده. فکر عشقی باش که بعد از 7 سال پیداش کردی، برو سراغش. حالا دیگه وقتشه که جبران کنی. اون حتی یه بچه داره. حاضری خانوم؟ خونه نمیرم، هر جا بخوام بریم من میرسونمتون. با تاکسی میرم. نمیشه. عباس آقا گفته هر جا که بخواین بریم برسونمتون. گفته نذارم تنها باشین. خب بهش بگو من نیومدم. اینو از من قبول نمیکنه. ببین بهش بگو کریم بردش، اینو حتما قبول میکنه. چادر تو ورده بری. لازم نیست شما زحمت بکشین. ماشین روشن کن. چشم. تا واسه خودت در سر درست نکردی خربتش کن. آخ کریم، منظور بنده رو که فهمیدی نه؟ بله قربان فهمیدم. چادر تو ورده بری. اون دفعه هم همینطوری شروع شد، یادته؟ اون دفعه هم هیچی نمیگفتی. سرتو دعوا کردم هیچی نگفتی. سوار ماشینم کردمت هیچی نگفتی. رفتیم یه جا نشستیم و کلی برات حرف زدم بازم هیچی نگفتی. درست مثل حالا، انگار همه چی داره از اول شروع میشه. نسرین نه، منو برسون خونه. شب بخیر. شب بخیر نسرین. چی؟ روزی که بهم گفتی قراره پدر بشم یادته؟ بعضی وقتا خیال میکنم یه خواب بود یا شایدم یه کابوس، اما هرچی بود خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. من هنوزم دوست دارم، خیلی از اون وقتا بیشتر. تمام این مدت دلم هوای تو رو داشت، واسه همینم نتونستم زن بگیرم، اصلا نتونستم مهر کسی رو تو دلم جا بدم. از تو زندون خیلی برات پیغام فرستادم اما خبری نشد. وقتی که آزاد شدم کلی دنبالت گشتم، تو بندر دیگه همه منو شناخته بودن. شوفرهای جاده میگفتن این کریم آخرش دیوونه میشه و میزنه بیابون. آره نسرین، کلی در به دری کشیدم، به خاطر تو دست از همه چی شستم، به یه زندگی سود و کور و بی امید تن دادم. اما حالا خوشحالم که تو رو پیدا کردم.
مادر بچه‌م. شد آقای دکتر؟ وضعش خوبه، بگید اتاق عمل حاضر چشم آقای بکنم. دکتر. سلام آقای دکتر. سلام خانم، خیلی به موقع اومدید. چطور آقای دکتر؟ میخوایم سعید عمل بکنیم تا 1 ساعت دیگه. آخه چطوری؟ یعنی منظورم اینه که پولش چی میشه؟ آقایی که تو اتاق هستن ترتیب همه چی رو دادن، میگفتن از اقوام نزدیک شما هستن. بله آقای دکتر، خیلی متشکرم. پس شما تو بیمارستان تشریف داشته باشید. بسیار متشکرم، با اجازه. ناراحت نباش، حتما کاری واسش پیش اومده، هر جا باشه دیگه پیداش میشه. سلام سعید جون. سلام مامان جون، چرا دیر اومدی؟ کجا بودی؟ من خیلی میترسم. واسه چی عزیز دلم؟ میخوان من عمل کنن مامان، میترسم. نترس عزیزم، تو خوب میشی دیگه، میتونی همه جا رو ببینی. مامان چی عزیزم؟ قول دادی وقتی چشام خوب میشه بابامو میبینم، یادته؟ چرا جواب نمیدی مامان؟ میبینمش مامان، میبینمش. آره سعید جون، میبینیش. میدونستم تو زیر قولت نمیزنی. شما دیابی رسیدم بخیر. سلامت باشی. بفرمون. خب کجا بریم؟ خونه نسرین. بهت دروغ نگفتم، داشت تو نسرین رفتن شما، زبیر رو فرستادم زاغشو بزنه. خبر داده تو نوشهرم. یه چیزی رو توش موندن. چی؟ واسه چی رضایت داری من به بیرون؟ من با تو دشمنی ندارم. اگه دیدی اون کلک رو جور کردم که بیافتی زندون، واسه این بود که نمیخواستم نسرین رو از دست بدم. اما حالا واسه فرق کرد. چه فرقی؟ این راسته ابی، کلک من به عاشق تموم شد. اون با اینکه میتونست تو رو از زندون خلاص کنه نکرد، واسه اینکه با نسرین قاطی شده. اولین و آخرینم، رفتنت یادم نی، لحظه شکستن بغض و به خاطر ندارم. نمیتونم توی این ناباوری ساعت از لالایی قلبای ما خوابش بود، شب برای موندنش یه مطلبی بهانه داشت. یادمه اومدنه رسیدنه وسوسه بود، تو بلا تکلیفیه بیرمق دستای من.
چی میگی؟ صبر کنم تا هوا تاریک بشه یا همینجا الان قال قضیه رو بکنم؟ کریم نواستوریش بشه. من به اون کاری ندارم، ولی اگه بخواد تو رومون واسه ناچار میشم. کار به اونجا نواست بکشه. خواه و ناخواه میکشم. ما حرفانو به هم زدیم عباس. طرف من نسرینه. طرف منم نسرینه. آره طرف تو هم اونه. تو برکلکی از کریم از اون دور کن، باقیش با من. این شد یه چیزی. قول میدی به کریم کاری نشته باشی؟ آره قول میدم. بیا جان بله برو. اگر من دی شمال آمدم برون پدر مادر همه زیاد پولش نده ماشال بچه گوش نشه باز بریم نهار بخوریم. میگم برم منم گروشنم بریم نهار بخوریم بعد بریم ماهی گوشی جمع بخوریم دی قربان بیت. نه من اول گوش ماهی میخوام. این باباش یه دندس گوش ماهی میخوام. بزنم تو گوش ماهی. سلام آقا سلام ایش بچه مردمی چی زد کنی؟ بچه مردمی بده آقا نیم بسه بیاره آقا چی کار میکنی؟ خفت کنم یا هر کاری بگم میکنم. هر کاری بگم میکنم. میری به اربابت میگی بچه سعی و سالم پیش عباس آقا. اگه بچه رو میخواد خودش باز به عرضور بیاد ببردش. ما تو قلعه خاکی هستیم، تو همین جاده است. پیدا کردنش مشکل نیست. بهش بگو عباس گفت اگه پلیس چیزی بفهمه دیگه هیچ وقت چشمش به بچه نمیفته. فهمیدی چی گفتم؟ فهمید برو گم شو. باریکلا دست مریضه. بوش که آدمو کلافه میکنه، چه برسه به طعمش. جان کریم چیه؟ دیشب تو خواب ابی رو دیدم. خب میگم رفتیم تهرون بریم پیشش و همه چیزو بهش بگیم. حتما این کارو میکنم، نمیخواد نگران چیزی باشی. نمیدونم چرا دلم شور میزنه، همش فکر میکنم یه طوری میشه. تو وجدانت ناراحته، حس میکنی به ابی کلک زدی، در حالی که اینطور نیست. تو اون ماجرا تو گناهی نداشتی. من خودم باهاش حرف میزنم و همه چی رو واسش روشن میکنم. ابی بچه عاقلیه، بهت قول میدم همه چی درست میشه. خدا کنه همینطور که میگی بشه. حتما میشه. پس سعید مشال کوشن چرا نمیان نهار بخورن؟ هنوز نیومدن تو ساحلم. یعنی چه؟ کریم آقا یا خدا ماشا چی شده؟ کی زدتت؟ سعید کو؟ بچه راست من گیره ای خدا مرگم آدم کجا بردنش؟ کجاست؟ حرف بزن ماشا، کجا بردن بچه رو؟ گفتن اگه بچه رو میخوای باید بری قلعه خاکی پشت رودخانه توی جاده. گفتن اگه جان بچه رو دوست داری نباید کسی بفهمه، مخصوص پلیس. گفتن باید تنها بری. این معرفت ناکیست. برش آقا بزن.
کجا بودی؟ کی از زندان آزاد شدی؟ من به خیلی تا حالا گفتم دوستشون دارم، خیلی راحت. وقتی گفتم نه دستم لرزیده نه رو پیشونی مرق نشسته. اما هر دفعه که خواستم به تو بگم دست و دلم لرزی، رو صورتم عرق نشست، تنم داغ شد. واسه همینم فهمیدم این دفعه راسترسی یکی رو میخوام. اینا یادته؟ گفتم یادته؟ آره یادمه، اما تو داری اشتباه میکنی امید. دیدی اون چرتره، فکر کردی من بچم و حالا ها تو هچلم، خواستی زودتر بار خودتو به من یه رایه یه شهر دیگه بشی. اینطوری نیست ابی، بذار همه چی رو برات بگم. این جشن نخونده بودی، من تیز و بازتر از اونیم که تو بخوای بهم نارو بزنی. تمام راه فکر کردم، در این تقصیری نداره، تو جلدش چی داری میگی ابی؟ به خدا اینطور نبوده. نه واسه خاطر کاری که با من کردی، واسه اینکه داشتم از شرت خلاص کنم، واسه اینکه نذارم بلایی رو که سر من آوردی به روزگار اون بیاد. یه دقیقه به حرفم گوش بده، تو رو به ارواح خاک پدرت گوش بده، بعد هر کاری دلت خواست بکن. اون نازن‌تر از اونی که اسم بابای منو به زبون بیاری میکشم. آخه تو چرا نمیخوای بفهمی؟ من زن داداشتم، این مال حالا نیست، 7 ساله. داری دروغ میگی، این نمیتونه راست باشه. به خدا راست میگم، من و کریم بهت نارو نزدیم، اون پدر بچه منه. پس چرا این خودش به هم نگو؟ چی به تو بگه؟ چجوری بگه؟ اون همه تلاشش اینه که تو سر براشی، حاضر همه زندگیشو بده که تو سر و سامون بگیری. اما اینجا پایین ناموسش در میون بود، زنی که سالها دنبالش گشته، بچه‌ای که پسر اونه. چی میتونست به تو بگه؟ چی میتونست بگه؟ این عباس میدونست که تو زنیشی، اون بچه مال اونه؟ آره میدونست، اون همه چی رو میدونست، من بهش گفته بودم که میدونست. تنهاست؟ آره تنهاست. باید چیکارش کنیم عباس آقا؟ خمونش دادین، از دو طرف بریزین روش. تمومش کنیم؟ نه با چاقو خفش کنین. بذارم زمین. خفه. بابا بریم. عباس چرا مثل زنا داری در میری؟ مگه نخواستی که من تنها بیام؟ من تنها بیا پایین. بهت گفته بودم اگه نکشی کنار ناکارت میکنم. حالا وقتشه، شروع کنین.
چیه بزنه؟ تو برو سراغ بچه سعید کجایی؟ ای کرگده امام جون سعید کجاست؟ اون هاشش جانم قربونت برم آشا کجا داره میری؟ چرا؟ یه داده تو یکیش دو کرسی اونتش بده یکی این سنه واسه کشتن نمیشه تشکیل نمیتونی آسش کنم ای عمله نامردیه فکر نکنم به این شولی رفته باشم ببین برو یه چیزی بیار زخمش کنم این بخشی که اذیتت کردم زن داشت تقصیر این نالوسیه که همه چی رو باسم نگفت حالا وقتی این حرفا نیست ابی داره ازت خون میره چرا داشت هست شاید وقت دیگه پیش نمیاد خدا اون روز نیره ابی جون گریه نکن کسی نواز چشایی تو رو گریون ببینه تو زن کریمی زن یه مرد ابی آخرش خیلی شیرین بود دادش خوشورم که گم شده تو گیر آوردی اون زن خوبیه